میریم به سمت سالن فراگن. سالن فراگن در فارسی ما شما گفته میشه که بخش اعداد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و توانا. دوستا همه خوش آمدین. اما قسمی که هموطنان ما شما همیشه اعلان کرده که تیوری جواز رانندگی مکمل کلش دشوار و بخش سالن فراگن دشوارتر. با اراده کامل و با کمک الله متعال گفته میتونیم که تیوری دشوار نیست و بخش سالن فراگن auch دشوار نیست. ما شما میتونیم. میگن خواستن توانستن است. هرگاه کوشش کنه که جملات را بیاموزی. این سوالا هم خوانده میشه برای شما هموطنان و هم معنا میشه. من سوال پلی میکنم، شما پاسخ را دقت کنید. Welcher Mindestabstand muss vor einem Fußgängerüberweg beim Halten oder Parken eingehalten werden? تشکر جناب رحیمی صاحب. سوال برای ما میگه که welcher Mindestabstand muss vor einem Fußgängerüberweg beim Halten oder Parken eingehalten werden. آریان ماهای قبل و سال قبل از امی آدرس با شعار بلند اعلام کرده که هرگاه فوسگنگ اوباویک را میبینی چند متر فاصله را رعایت میکنی؟ 5 متر. nicht 10 متر، زیادش 5 متر، 5 متر. اگر هرگاه خواب گوش کن وطن من، اگر هرگاه امپل را مشاهده میکنید چند متر فاصله را رعایت میکنید؟ 10 متر فاصله را. اگر هرگاه چند جمله که نیاز است باید برای شما گفته شود. اگر هرگاه التشتل شیلد را مشاهده میکنید چند متر فاصله را رعایت میکنید؟ 15 متر. اگر هرگاه خواسته باشه که در داخل التشتل شیلد به خاطر چی؟ به خاطر einsteigen oder aussteigen، به خاطر سوار شدن یا پیاده شدن، برای چند دقیقه اجازه halten را داری؟ برای 3 دقیقه اجازه halten را داری. خب مشروط بر این که بوس را با چشم سر مشاهده نکنی. هموطن عزیز من، امیدوار هستم که همه سوالا را همین لحظه آموخته باشی. یک نقطه فوسگنگ اوباویک، فارسی ما شما گذرگاه ها یا آبرین پیاده رو. weiter geht's. سوال بعدی. Sie suchen nach einer Parkmöglichkeit am rechten Fahrbahnrand. Rechts neben der Fahrbahn befindet sich ein Radweg. Wie viel Meter vor einer Kreuzung oder vor einer Einmündung dürfen Sie nicht parken? سوال برای ما میگه که Sie suchen nach einer Parkmöglichkeit am rechten Fahrbahnrand. شما در جستجویی هستین که وسایط نقلی خود به جهت راست یا در کنار راست جاده پارک کنید. rechts neben der Fahrbahn befindet sich ein Radweg. وجود نداره در کجا؟ در همین مسیر یک تا مسیر باسکل سوار. ein Radweg وجود دارد. rechts neben der Fahrbahn befindet sich ein Radweg. وجود دارد. چی وجود داره؟ یک مسیری دوچرخه سوار یا باسکل سوار. wie viel Meter vor einer Kreuzung oder vor einer Einmündung dürfen Sie nicht parken. آریان برای خود شما هموطنان عزیز همیشه با شعار بلند گفته که Kreuzung یک تا چهارراهی، Einmündung یک تا سه راهی، چند متر در پیش رو و چند متر در پشت سر یک Kreuzung و یک Einmündung چی میکنی؟ اجازه پارک کردن را نداری. genau 8 متر. genau 8 متر. دقیقاً مسلما. اگر هرگاه حالا چی است؟ حالا وجود داره، موجود است یک مسیر دوچرخه سوار ein Radweg یک جا می نویسی 8. اگر امی مسیر دوچرخه سوار سوال بعدی اگر با وجود بیاید وجود نداشت می نویسی 5. weiter geht's. یک تا سوال داریم، سوال پلی میکنیم. Sie suchen nach einer Parkmöglichkeit am rechten Fahrbahnrand.
Rechts neben Ihrer Fahrbahn befindet sich kein Radweg. Wie viel Meter vor und hinter einer Kreuzung dürfen Sie nicht parken? میگه با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا دادگان را خدا داده است. حالا باشه سال فکر 47 تا سوال داره، باید چندین تا سوال به بعد می آمد. همین تعداد نفری که اینجا هستین ماشاءالله شما حتما خدا با همه ما شما است، چون این سوال باید خیلی پسان می آمد، بسیار دقیق و سر وقت آمده. سوال برای ما میگه که سوال برای ما میگه که Sie suchen nach einer Parkmöglichkeit am rechten Fahrbahnrand. شما در حال جستجو یا تلاش کردنی هستید که وسایل نقلیه خود در کنار راست جاده پارک کنید. و علیکم السلام، هستش willkommen. رحمانی برادر. Rechts neben ihrer Fahrbahn findet sich kein Radweg. وجود نداره چی یک مسیر دوچرخه سوار. Wie viel Meter vor und hinter einer Kreuzung dürfen Sie nicht parken. چند متر پیش رو vor und hinter، چند متر پشت سر در کجا آریان برای شما همیشه تشریح کرده که Kreuzung یک چهارراهی است. و علیکم السلام، کلی خوش آمدید. چند متر اجازه پارک کردن نداره، 5 متر گندم. در کلی مسائل کلیات بود که با معنا بر شما خوانده شد. یک نقطه را شما به یاد داشته باشین به نام kein Radweg. جمله است 5. اگر ein Radweg باشه مساوی میشه به 8. و علیکم السلام برادر قند، خوش آمدید. weiter geht's. لایف شما اگر روح و روان بر شما اجازه داد برای سایر هموطنان شیر کنید که تا که هر هموطن یک کلمه بیاموزه. سوال پله. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken. Wie groß muss der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und der durchgehenden Fahrstreifenbegrenzungslinie mindestens sein? منظور سوال. و علیکم السلام زنده باشین، تشکر. سوال برای ما میگه که Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken. شما میخواهی که در کنار باز راست جاده پارک کنی. Wie groß muss der Abstand zwischen. Abstand در زبان فارسی ما شما فاصله zwischen هم وسط، اما فاصله وسط را چقدر میگیری؟ این دفعه آریان بر شما همیشه از زمین آدرس بسیار با صدای رسا اعلان کرده. Genau, ich stimme dir zu. 3 متر. Genau. دقیقاً و مسلماً 3 متر. 3 متر. Genau. با یک فاصله خیلی عظیم. Wie groß muss der Abstand zwischen. با یک فاصله خیلی عظیم. سوال پله، پاسخ دقت. Sie möchten außerorts Radfahrer oder Fußgänger überholen. Welchen seitlichen Mindestabstand müssen Sie dabei einhalten? سوال برای ما میگه که Sie möchten außerorts Radfahrer oder Fußgänger überholen. آریان همیشه با صدای رسا اعلان کرده که نزد ما و شما چی؟ موتورräder، Fußgänger، Radfahrer، Elektroroller. 4 تا مسائل نزد ما اگال است. هرگاه 4 تا چیزی که تذکر داده شد شما مشاهده میکنی، خارج از مناطق مسکونی 2 متر فاصله رعایت میکنی، در مناطق مسکونی 1,5 متر فاصله رعایت میکنی. هموطن عزیزی من، welchen zeitlichen Mindestabstand müssen Sie dabei einhalten? Genau. Weiter geht's. Sawal play. Wie weit vor und hinter einem Haltestellenschild dürfen Sie nicht parken? Wie weit vor und hinter einem Haltestellenschild dürfen Sie nicht parken? قبل از آمدن این سوال
باید شیوه درس چنان باشه، قسمی باشه که قبل از آمدن مسائل باید به نحوی انگیزه داده شود، در کلیات صحبت شود، بعد از او در جزئیات وارد شوید. اگر در کلیات یک بار صحبت نشود برداشت کردن ناممکن است. بنابراین قبل از وارد شدن این سوال آریان برای شما با صراحت اعلام کرد که هرگاه halt stelle Schild مشاهده halt stelle Schild اسگاه اتوبوس است. چی است اسگاه اتوبوس؟ اسگاه اتوبوس هرگاه شما را مشاهده میکنی 15 متر فاصله را رعایت میکنه. عزیز من چند متر؟ 15 متر. اگر هرگاه در داخل halt stelle Schild به خاطر چی؟ به خاطر Einfahrt و Ausfahrt وارد میشی، به خاطر سوار کردن و پیاده کردن، اونجا چی کار میکنی؟ دو استقامت 3 دقیقه را اونجا تحمل میکنی یا انحلتن میکنی. خب مشروط بر این که بوس را با چشم سر مشاهده نکنی. اگر هرگاه بوس را با چشم سر مشاهده میکنی ثانی هم ساحه را برای بوس تخلیه میکنی. هموطن عزیز من، weiter geht's. سوال پله. Sie fahren eine Fahrzeugkombination. Diese besteht aus einem Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen und einem Anhänger mit einer 100 km pro Stunde Zulassung. Wie schnell dürfen Sie auf einer Bundesstraße, keine Kraftfahrstraße, höchstens fahren? سوال برای ما میگه که زپاغین این فرسو کامبیناسیون در ماهای قبل، سالهای قبل. تشکر جناب رئیس صاحب، خداوند در شما عفت نصیب کنم و همه هموطنانی که یک کلمه از زبان ما می‌آموزند تشکر میکنم. آریان ماهای قبل، سالهای قبل اینجا برای شما واضح مسئله را ساخت که فرسو کامبیناسیون وسایط نقلیه ترکیب شده عبارت اند از یک تا پیکاوی میتلر وصل شده. چی شده وصل شده؟ او را برش میگن که فرسو کامبیناسیون. Diese besteht aus einem Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen und einem Anhänger mit einer 100 km/h zulässigen. یک تا پیکاوی همراه با آنهنگر سرعت دارد. سرعت چند است؟ 100 کیلومتر در ساعت. 100 کیلومتر در ساعت. Wie schnell dürfen Sie auf einer Bundesstraße keine Kraftfahrstraße höchstens fahren? اینمی حرکت در حالت چی است؟ این در یک بوندشتراße، در یک جاده ولایتی است. یک جاده چی نیست؟ یک اتوبان وجود ندارد. هرگاه اگر یک Anhänger mit nicht 50 SCH betrachten Sie. آریان ماهای قبل اینجا تذکر داده واضح با صراحت چی است؟ یک تا پیکاوی میت انهنگه هیچگاه سرعتش از 80 کم/ها بیشتر بودن نمیتونه. خب مشروط بر این که خارج از مناطق مسکونی باشه. اگر در مناطق مسکونی می باشه او مکلف است که مطابق به زونا حرکت میکنه. متوجه باشین، مطابق به زونا. وایدگت یک جای زونی مثلا دقیقش است، موس با موس زونی دقیقش weiter fahren میکنه. سوال پله. Sie möchten eine Autobahn benutzen. Welche bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit muss hierfür in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder in der Betriebserlaubnis eingetragen sein? So, سوال برای ما میگه که Sie möchten eine Autobahn benutzen. شما از یک اتوبان استفاده میکنی. welche باوت خو آریان برای شما همیشه گفته که یک اتوبان نوساز و نوساز است. یک اتوبان نوساز. بنابراین nicht unter 30 SCH با صراحت این همیشه آریان واضح ساخته که یک اتوبان نوساز است. خب گوش کن عزیزی من. Autobahnen und Kraftfahrstraßen dürfen nur von Kraftfahrzeugen benutzt werden, deren bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km pro Stunde beträgt. متوجه شدی؟ با زبان خود گفت که در جاده نوساز حد اعظم 60 کم/ها بیشتر با اتفاقی کردن نمیتونه. هموطن عزیزی من با زبان خودش واضح ساخت. بنابراین الله ما انتخاب میکنیم 60 کم/ها. genau.
این مسائل کلیاتش بود که معنا برای شما شد. یک نقطه میگه تایل عین را مشاهده میکنی، اعداد میخواید در 14 بوگین دیگه مشابه برای خود نداره می نویسید زشتگن. Weiter geht's. Saul Palais. Welche zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt allgemein innerhalb geschlossener Ortschaften? سوال برای ما میگه که welche zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt allgemein innerhalb geschlossener Ortschaften. سرعت Höchstgeschwindigkeit سرعت به نهایت بالا، یعنی به نهایت بالا. gilt خب میفهمید قانون هستی allgemein یک چیز، یک مکان عمومی برش گفته میشن. این حال مناطق مسکونی اوصال geschlossene Ortschaften. genau. آریان با صراحت با صدای رسا همیشه از آدرس همین لایف اعلان کرده که در یک مناطق مسکونی اگر احیانا زون ها موجود نباشه هیچگاه از فمسشکام ها بیشتر باید تفاهم کرده نمیتونه. هموطن عزیز من هیچگاه اگر زون موجود باشه مطابق با زون میری. یک جای مثلا میری زون ها میبینی که دقیقش کام هست تو موس دقیقش کام ها میری. یک جای میری زون ها میبینی که فمسش کام هست موس فمسش کام ها میری. اما اگر زون موجود نباشه باز شما اجازه داره که فمسش کام ها باید تفاهم کنید. نه وقتی Saul Palais. Bis zu welcher zulässigen Gesamtmasse dürfen Fahrzeuge auf besonders gekennzeichneten Gehwegen geparkt werden? سوال برای ما میگه که bis zu welcher zulässigen Gesamtmasse dürfen Fahrzeuge auf besonders gekennzeichneten یک تصویری که قبلا نصب شده باشه، یک شیلدی که قبلا نصب شده باشه gewegen geparkt werden. حالا میبینیم که این تصویر در کجاست و کدام وزن در این مکان اجازه einparken نمیده. وزن چند تن؟ 5 تن، 2 تن، 1 تن، چند تن؟ یک ویدیو داریم میذارم شما مشاهده کنید. Diese Verkehrszeichen verbieten das Parken für Kraftfahrzeuge über 2,8 Tonnen zulässiger Gesamtmasse oder wenn das Fahrzeug nicht so aufgestellt wird, wie es im Verkehrszeichen bildlich angeordnet ist. Oder wenn die Parkerlaubnis durch ein Zusatzschild beschränkt wird. با گوشای مبارک خود هر یک شما هموطنان شنیدید که گفت که 2,8 تن. genau. هر یک شما با گوشای مبارک و شنوای خود شنیدید که گفت 2,8 تن. این مسائلی بود که با تمام معنایش یک نقطه امیت داری چی است؟ ت. ای ت به معنای تن است. تن را مشاهده میکنی می نویسی 2,8. اگر ت در ادامهش تن سولاسیگا گزمت مایسه باشه می نویسی 2,5 تن. اما وطن عزیزی من دیگه از آریان چی میخوایی؟ سوال پله. قبل از آمدن این سوال در رابطه با امپل ما صحبت کردیم. انگیزه داده برای شما در رابطه با چی؟ در رابطه با می امپل که امپل را میبینی چند متر فاصله رعایت میکنی؟ ماشاءالله. آفرین نام خدا. اصول و طریقه فهماندن این است که قبل از اینکه وارد مسئله شوی باید یک کلمه در رابطه صحبت کنی. Welchen Mindestabstand von einer Ampel muss ein Fahrzeug beim Halten einhalten, wenn diese durch das Fahrzeug verdeckt würde? سوال برای ما میگه که welchen Mindestabstand von einer Ampel muss ein Fahrzeug beim Halten einhalten, wenn dieser durch das Fahrzeug verdeckt werden kann. فاصله ایمنی همیشه چند متر؟ آریان برات واضح با صراحت گفتم. genau. Weiter geht's. Saul Palais. Wie schnell dürfen Sie mit einem PKW und einem Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren? سوال برای ما میگه تشکر.
هموطن عزیز من نوشته کرده که استاد باور کنید که هر روز لایف شما رو تعقیب میکنیم، روز به روز یا سطح یادگیری ما بلند میره. باعث افتخار هستین شما کوچک نوازی میکنین. سوال برای ما میگه که wie schnell dürfen Sie mit einem PKW und einem Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren؟ آریان با صراحت و با صدای رسا اعلان کرده که هرگاه یک تا پیکاوی اگر اون انهنگه باشه، یعنی بدون تیلر اگر باشه، خارج از مناطق مسکونی 100 کم ها وای تفقد میکنه. اگر میت انهنگه باشه 80 کم ها وای تفقد میکنه. گنه اجتماع اوش گنس 80 کم ها. الله برای ما به سوال میگه که یک تا پیکاوی است اون einem Anhänger در زبان فارسی ما شما تیلر weiter geht's. و شما یک مسائل دیگر توجه داشته باشین که هرگاه سوک ماشینا را میبینین، سوک ماشینا اجازه دارن که 2 تا تیلر را به خود منتقل کنن. سوک ماشین وسایط نقلیه که مربوط به کشاورزی ها میشه. سوال پله: Welche gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe müssen alle Reifen Ihres PKWs am Hauptprofil aufweisen? مسئله تایر موتر است. غیفن را آریان ماهای قبل سال قبل واضح براتون ساخته که تایر موتر است. اگر قد باشه باز تایر و چین و ویل مکمل حساب میشه. اما شما منظور سوال خواستنش است که میلیمتر تایر یا ضخامت تایر واضح باشه. بعضی از پروفرها این سوال را از شما میکنه. همیشه ضخامت یک تا تایر موتر یا تایر وسایط نقلیه که افراد و اشخاص را منتقل کنه 1,6 میلیمتر است. weiter geht's. لایف را اگر شما نیاز میدونید دوستا برای همتان شیر کنید. اگر روح و روان برای شما اجازه میده سپس برای همتان شیر کنید. و علیکم السلام، خوش آمدی هموطن عزیزی من. سوال پله: Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde und haben eine Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? سوال برای ما میگه که Sie fahren 100 km/h und haben eine Sekunde Reaktionszeit. سرعت داره 100 کیلومتر در ساعت. 100 کیلومتر در ساعت یک ثانیه وقت داره که چه نشان بده؟ ریاکسیون واکنش نشان بده. و علیکم السلام ستایش. اما دوستا خوش آمدین. کسایی که سلام شما متوجه نشدیم مرحبا باشین بسیار زیاد. Reaktionszeit. Wie lange ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? از همین آدرس اعلام کرده که فرمول Reaktionszeit متوجه باشین که 30 کم هاست، nicht unter 30 کم ها. اگر هرگاه در شروع یا در انفنگ 100 کم ها موجود باشه بنابراین ما می نویسیم 30 کم ها. اگر احیانا همین 100 کم ها چه شوه؟ مناسفه شوه، نصف شوه، 50 کم ها باشه، فرمول از قبل تثبیت شده است که فرمولش 30 کم هاست، ما می نویسیم 15. حالا چون 100 است در شروع یا در انفنگ اینجا 100 کم هاست، حالا ما می نویسیم 30 متر. اگر 50 باشه می نویسیم 15. امیدوار هستم که همه شما جمله را از زبان آریان با طرز و شیوه ساده و پیاده آموخته باشین. انلیگه در زبان فارسی ما شما یک چه میگن؟ ساکنان محل را میگن. انلیگه در زبان فارسی ما شما ساکنان محل را میگن. فقط یکو میفهمید شما که اجازه داره که ساکنان محل چی کنه؟ einfahrt کنه. یکی einfahrt داریم یکی ausfahrt داریم. سوال پله: Mit welcher Geschwindigkeit dürfen Fahrzeuge in einer so gekennzeichneten Zone höchstens fahren? gekennzeichneten تصویر یا شیلد که چه شده؟ نصب شده، مشاهده میشه. بنابراین سوال برای ما میگه که mit welcher Geschwindigkeit dürfen Fahrzeuge in einer so gekennzeichneten Zone höchstens fahren.
سرعت حد اعظم زمانی که ایران مشاهده میکنه چقدر باشه؟ دقیقش کنه دقیقش کم ها اجتماع اوش گنس و علیکم السلام و رحمت الله. لایف را شما اگر نیاز میدن برای سایر امتحان شیر کنید. Weiter geht's. Saul-Palais. Sie haben einen 3 Jahre alten Pkw gekauft und möchten diesen privat nutzen. Die Hauptuntersuchung ist neu. Welche Frist gilt für die nächste Hauptuntersuchung? سوال برای ما میگه که Sie haben einen 3 Jahre alten PKW gekauft und möchten diesen privat nutzen. شما یک تا وسایل نقلیه که از قبل چی کردین؟ خریداری کرده بودین. بنابراین به خاطر چی؟ به خاطر استفاده شخصی. به خاطر استفاده شخصی. Die Hauptuntersuchung ist neu. Hauptuntersuchung در زبان فارسی ما شما معاینه کردن فنی را میگن. معاینه کردن فنی. این وسایل نقلیه معاینش یعنی چی است؟ کلاً جدید است، کلاً صحیح و منظم است. در ادامه چه میگن؟ Welcher Preis gilt für die nächste Hauptuntersuchung؟ برای معاینه کردن فنی بار بعدی برای چقدر وقت نیاز است؟ 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 1 سال، چند ماه؟ 18 ماه، 12 ماه، 20 ماه. Genau, 24 Monate. Genau, stimmt euch ganz 24 Monate. 24 ماه نیاز است برای چی؟ برای معاینه کردن دور بعدی. Weiter geht's. Saul-Palais. Sie fahren 50 Kilometer pro Stunde und haben 1 Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? هموطن عزیز من پیشتر یکی از هموطنان یک جمله نوشته کرد من متوجه بودم. خب گوش کنید. شما جمله نوشته کردن که اگر میشه سوال گذشته را باز تشریح کنید، چون اگر من یک مسئله را زیاد جدی نمیگیرم شما یک درک داشته باشین. این به این معناست که من میفهمیدم که سوال بعدی از این میاد، من سوال بعدی را با شکل ساده باز برای تشریح میکنم. اما عزیز من شما کلتان مهربان هستین و علیکم السلام دوست عزیز خوش آمدید. سوال برای ما میگه که Sie fahren 50 km/h und haben ein Sekunde Reaktionszeit. 50 کیلومتر سرعت داره، 1 دقیقه وقت داره. یک چی نشان بده؟ واکنش نشان بده. Wie lange ist der Reaktionsweg nach der Faustformel؟ آریان برای خودت واضح، برای شما واضح گفته که فرمول ریاکسیون سایت دقیقش کم هست. و علیکم السلام، زنده باشین، تشکر. از طرف روز 12 وجه یکم وقت برای لایف میم دیگه همیشه اینمی تایم لایف ماست 21 هو از طرف شب دقیقا. حالا چی است فرمول ریاکسیون سایت ریاکسیون چند بود دقیقش کم ها مشروط بر اینکه در شروعش 100 کم ها باشه. حالا چی است فرمول مناسبه شد، پس بنابراین فرمول دقیقش کم ها بود، ما دقیقش کم ها را مستقلا مناسبه میسازیم. 15 متر کنه 15 متر دقیقا مسلما. Weiter geht's. Saul-Palais. Welchen Sicherheitsabstand sollten Sie bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde zum vorausfahrenden Fahrzeug mindestens einhalten? لایف را اگر شما نیاز میدانید دوستا برای هموطنا شیر کنید و یک ریپوست بزنید که لایف قطع نشه. بیشتر چند نفر دوستای ما یک جمله نوشته کردن. دوستای عزیز من، کسایی که اگر میخواهند، ما یک چیز دیگر را اعلام کردیم که هر هموطن ما با خود فکر کرده باشه که اصلا ما امیتوری فوشه نگرفته نمیتونم. اینطور حد زده باشه او آدم و او شخص اگر آقا باشه یا بانو باشه ایگال است شماره واتساپ نام و نام خانوادگی را مستقیم در مسیج تیک تاک بفرسته. سپس
اگر بانو باشه میره در بخش بانوان، اگر آقا باشه میره در بخش آقایان. به ساده ترین طریقه و شخص باید بیاموزه. ما در گروپ های خود افراد و اشخاص را داریم، دوستایی را که بیسوی و سی اینس دارن و دوستایی را داریم که اینس هم ندارن. خدا بخواهد ما با اونا کمک کرده میتونیم. سوال بله؟ Welchen Sicherheitsabstand sollten Sie bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde zum vorausfahrenden Fahrzeug mindestens einhalten? Welchen Sicherheitsabstand sollten Sie bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h zum vorausfahrenden Fahrzeug mindestens einhalten? So, سرعت است 100 km/h. خب گوش کن. سرعت چقدر است؟ 100 km/h. Geschwindigkeit سرعت است. Zum vorausfahrenden وسایط نقلیه پیشروی است. سرعت است 100 km/h. این سرعت که 100 km/h باشه، ما چطور میفهمیم که ما در کجا هستیم؟ واضح ما میفهمیم که ما در یک خارج از مناطق مسکونی هستیم. اتوبان نیست، متوجه باشین، اتوبان نیست. بنابراین مسائل Sicherheit Abstand فاصله ایمنی را چقدر رعایت میکنیم؟ آریان با صدای رسا اعلان کرده از امی آدرس، از امی لایف تک تاک که هموطنان عزیز من متوجه باشی هرگاه سرعت در یک لند اشتغاسته باشه، در یک جاده های ولایتی باشه، چی میکنیم ما ابشتند را یا فاصله ایمنی را 50 متر رعایت میکنیم که نه. امیدوار هستم که مطلب را به ساده ترین طریقه گرفته باشین. وای دگت یک از اعضای گروپی بانوان نوشته کرده که دوستانی که حتی زبان آلمانی بلد نیستند در حدود حروف الفبا هستند میتوانند به کلاس های واتساپ استاد آریان شرکت کنند. تشکر، شما لطف دارین، کوچک نوازی میکنیم. خود امی بانو ماشاءالله روزی گذشته 0 فعل بشتندن کرد. آفرین ماشاءالله. افتخار میکنیم که هر هموطن بتونه دستش بر نحوی بگیریم. افتخار آفرین است. سوال بله؟ Wie lang darf eine Fahrzeugkombination bestehend aus Pkw und Anhänger ohne überstehende Ladung höchstens sein? Wie lang darf eine Fahrzeugkombination bestehend aus Pkw und Anhänger ohne überstehende Ladung höchstens sein? سوال برای ما میگه که wie lange darf eine Fahrzeugkombination bestehend aus PKW und Anhänger ohne überstehend Ladung höchstens sein. یک تا تصویر داریم. تصویر شما دقت کنید که تصویر هدف و منظورش چی است. چی است؟ طول چی است؟ یک پیکاوی متر انهنگر چند متر است؟ 18 متر که هیچگاه فراموشتان نشود. سوال بله؟ Wie viele Anhänger dürfen hinter einem Pkw mitgeführt werden? Wie viele Anhänger dürfen hinter einem PKW mitgeführt werden? یک تا پیکاوی چند تا انهنگر را با خود منتقل کرده میتونه؟ قبل از آمدن این سوال آریان بر شما به ساده ترین زبان تشریح کرد که یک تا پیکاوی یک تا انهنگر را با خود منتقل میکنه، یک تا سوک ماشین 2 تا انهنگر را با خود منتقل میکنه. متوجه باشین. Weiter geht's. سوال بله. Wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine Kennzeichnung erforderlich ist? سوال برای ما میگه که wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine Kennzeichnung پلیتی موتر رückstrahler را بردارید. واضح ساخته تذکر داده که چی هستی؟ این چراغ نیست بلکه یک شبیه است در پشت موتر. مسئله بار است. چند متر اینمی بار از پشت رückstrahler میتونه بره. بنابراین یک ویدیو تصویر دارن، شما تصویر رو مشاهده کنین که
با مغز شما باید پیچکاری شود. در خواب باشی و بلند شوی از خواب تذکر بده که یک بچه به نام آریان این قسم برای ما جمله را میگه. واضح برات گفت 1 متر نه. واضح گفته نه. ab 1 Meter muss du hinten ober. genau. واضح برات گفت 1 متر. اینا واضح نمیشه. 1 متر. میریم سر چه میریم؟ سر پاسخ میریم و پاسخ را ببینیم که آیا 1 متر درست است یا نه نیست. اگر درست بود خوب است، اگر فالش بود مربوط به شما میشه. زنده باشه بچه وطن. لاسلری بچه وطن میگه که والله خدا یارتان استاد، باید شما حمایت شوین. مجانی یا رایگان درس میتین، باید قدر شما رو بفهمید. زنده باشه، شما مهربان هستید. weiter geht's. تشکر پارامی لاس داریم. یک تا فرکیاسیشن اینجا داریم. این فرکیاسیشن شما متوجه میشین که این فرکیاسیشن چی است. خب گوش کن. یک شکل ساده ازی است. باش که ما شما را چه میگه پیچکاری کنم که یاد شما نره، یعنی پیچکاری مغزی. خب گوش کن. سرعت ما شما unsere Geschwindigkeit ist 20 km/h. خب گوش کن. unsere Geschwindigkeit ist 20 km/h. این از بلینکن ما شما انشالتن است و ابلنلشت ما شما روشن است. این ابلنلشت متوجه باشین به خاطر چی مه هست یا مه وجود داره. مه را در زبان آلمانی برش میگن نیبل. erste Straße ist Sackgasse oder Verbot. zweite Straße Sackgasse oder Verbot. مقصود است. تنها اجازه این پد را از کدام لینیه داریم؟ ما لینیه در زبان فارسی ما شما چی را میگن؟ خط سه را میگن. تنها ما از خط سه چی داریم؟ اجازه این پد را داریم. Sie möchten auf die Autobahn auffahren. Welcher Fahrlinie müssen Sie folgen? سوال میگه که Sie möchten auf die Autobahn auffahren. شما میخواین که از در اتوبان چی شوید؟ داخل شوید. Welche Fahrlinie müssen Sie folgen? از کدام مسیر شما اجازه استفاده را دارین یا اجازه چی را دارین؟ انفراد را دارین. سوال پله. Für welche Kraftfahrzeuge gilt innerorts die freie Fahrstreifenwahl? سوال برای ما میگه که für welche Kraftfahrzeuge gilt innerorts die freie Fahrstreifenwahl. منظور از این وسایل نقلیه ترکیبی و چی است؟ برمانده کنیم. وزن کلی این وسایل چقدر باشه؟ قبل از آمدن این نمی وسایل آریان با صدای رسا بر شما این کرد. هرگاه این جملات کلیش بود که معنا شد. هرگاه تی سولاسیگا گزمت میسر مشاهده میکنی مینویسی دقیقه کما فونتون. اگر هرگاه تنها تون باشه مینویسی 2,8. Weiter geht's. سوال پله. Sie wollen innerorts vor einem Andreaskreuz parken. Welche Entfernung müssen Sie mindestens einhalten? Sie wollen innerorts vor einem Andreaskreuz parken. Andreaskreuz خب برای شما همیشه گفتیم که و علیکم السلام herzlich willkommen. Läuft را Um die Sicht auf Bahnübergänge nicht zu behindern, ist vor und hinter Andreaskreuzen außerhalb geschlossener Ortschaften bis zu je 50 Metern und innerhalb geschlossener Ortschaften bis zu je 5 Metern das Parken verboten. همه شما هموطنان عزیز با گوشکای شنوای خود شنیدن گفت که اگر هرگاه مثل اندراسکرویز این خود در مناطق مسکونی باشه 5 است، اگر گفت außer Orts باشه چند است؟ 5 است. هر دو تاش شما با گوشکای شنوای خود شنیدن.
ما لایف ما طرف شب این ساعت 6 است همیشه، اما طرف روز بعضی اوقات ساعت 12 هم در لایف میاییم. حالا چی است؟ حالا این خود است. گندم چند میرسیم؟ 5. اندرس کورس امرا یک چیزی است که موانعی است که برش گفته میتونیم در کجا موجود است؟ در بان و بگنگ ها. بان و بگنگ در زبان فارسی ما شما جاده های امست را میگن، یعنی به این معنی که از بان و بگنگ یا جاده همست هم سوک ها او با کویغن میکنه و هم پرسوک ها با کویغن میکنه. زنده باشین شما، لطف دارین، مهربان هستین. نامکت نمیفهم 2025 و علیکم السلام. دوست عزیز خوش آمدید. Weiter geht's. Saul Play. Bis zu welcher Höhe darf die Ladung nicht nach vorn über das Fahrzeug hinausragen? Bis zu welcher Höhe darf die Ladung nicht nach vorn über das Fahrzeug hinausragen? منظور یا هدفش از یک بار است. زمانی که یک بار در وسایل نقلیه بار میشه، از پیش رو یا پشت سری نمی بار چند متر بار اجازه داره که بره. Nicht 1,5 ist sehr dicht, nicht 1 Meter ist sehr dicht. Bitte achten Sie, das ist sehr wichtig für die Prüfung ist. Nicht 1 Meter. آریان ماهای قبل، سال قبل از می آدرس واضح، بسیار واضح، بسیار شفاف گفته که یک جمله داری به نام هو ارتفاع است. چه ارتفاع؟ می نویسی سوی کمه. آریان برای خودت معنا میکنه و نشانی میگه دیگه تو چی میخوایی و هموطن عزیز من. دیگه از آریان چی میخوایی؟ این نوشته است. ببین این واضح نه. سوی کمه 5 متر. سوی کمه 5 متر. کل شما مطلب را چنان بیاموزین که هیچگاه دیگه فراموشتان نشه. هیچگاه فراموشتان نشه. سفر دوستای عزیز من، کسایی که یک کلمه اگر از زبان آریان آموخته و نمیتونه سفر یک روز بزنه که خطا نشه. و اگر روح و روان برای شما اجازه میده سفر لایک و شیر کنین برای سایر هموطنان. اگر روح و روان اجازه نمیده نیاز نیست که شیر کنی و نیاز نیست که لایک کنی. سوال پلی. Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel? باز یک مسئله فرمول یا فرمول پیچ است. سوال برای ما میگه که Sie fahren 100 km/h, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. 100 کیلومتر در ساعت روان هستی، یک ثانیه وقت داری واکنش نشان بده و فاصله بریگم هم در نظر داشته باشی. Wie lange ist der Anhalteweg nach der Faustformel? آریان برای شما با صراحت گفته که یک فرمولی بغمزویک و بغمزون. فرمولش چند است؟ فرمولش هست 100. یک فرمول ریاکسیون سایت و ریاکسیون ویک فرمولش چند است؟ بغیرش کنم. حالا خوب گوش کن. فرمولی بغمزویک زمانی که چند باشه 100 باشه. فرمول ریاکسیون سایت دقیقش باشه 100 جمع دقیق بگه چند میشه؟ دقیقش 100 دقیقش گنه. چقدر آسان است، چقدر فکر نکنید که دشوار است. فکر نکنید که دشوار است. حدس نزنید که دشوار است. 1200 سوال 14 بگین میفهمی از 120 الا تا 170 تا جمله داره. مثلا جمله کوتاه مثلا چی داره؟ طور مثال فکر کن. ریاکسیون سایت یک جمله. طور مثال چی داره؟ بغمزون یک جمله دیگه مثلا چی داره؟ طور مثال شوم. یک جمله داره مثلا به نام چیست؟ فالش. یک جمله داره مثلا به نام چی است؟ به نام ابشریس. از 120 الا تا 170 تا جمله داره. 120 تا 170 جمله را به شکل درست بفهمی 14 بوگین کلش آموختی، هیچ چیز دیگه نمونده، آموختی و میری نول فعل بخیر بشتندن میکنی
استخوانایت آریان دوا خواهد کرد. سوال بله. Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn. Ihre Sichtweite beträgt weniger als 50 Meter. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren? Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn. شما رانندگی میکنید در کجا؟ در یک اتوبان. نیبل آریان برای تو گفته، برای شما واضح ساخته، با صدای رسا واضح ساخته که نیبل چی است؟ در زبان فارسی ما شما مه هست. مه هست. Ja, sicht weiter beträgt weniger als 50 Meter. از کمتر از 50 متر شما مشاهده میکنید. کمتر از چند؟ کمتر از 50 متر. Wie schneller dürfen Sie höchstens fahren? زمانی که تو کمتر از 50 متر مشاهده میکنی، بنابراین چیکار میکنی؟ یک چیزی آشکار است که 50 کیلومتر در ساعت میری. کنم چند؟ 50 کیلومتر در ساعت. فهم سش کم ها. یک تا تصویر داریم، شاید این تصویر باز شود. این اینا برش میگن. خب گوش کنید. اینا برش میگن نیبل. این وضعیت را برش گفته میشه نیبل. این وضعیت نیبل است. خب متوجه باشم متنظیما. Nebelscheinwerfer چراغ مهشکن پیشروی. Nebelschlussleuchter چراغ مهشکن پشت سر. Weiter geht's. سوال بله. An Haltestellen darf nur gehalten werden, wenn Busse nicht behindert werden. Wie lange dürfen Sie dort höchstens halten? قبل از آمدن این سوال ایرا آریان به زبان ساده آوازی بر شما تشریح کرده. چی گفته؟ An Haltestellen darf nur gehalten werden, wenn Bus nicht behindert werden. Wie lange dürfen Sie dort höchstens fahren? هرگاه یک Haltestelle Schild را مشاهده میکنیم، ولی که Haltestelle Schild هست، در شروع Haltestelle Schild آریان قبل از آمدن این مسائل با صراحت با واضح برات گفته که اگر در Haltestelle Schild Einfahrt oder Ausfahrt میکنیم. و علیکم السلام، زنده باشی. صبح ساعت 12 آمدم. تشکر دوست عزیز از گشنکایت. Ich danke dir für gute Geschenk. آریان قبل از آمدن این جمله ایره بر شما واضح ساخته که هرگاه Haltestelle Schild را مشاهده میکنی، به خاطر چی؟ به خاطر ابشتن اگر باشه 15 متر رعایت میشه، اگر به خاطر Einsteigen oder Aussteigen باشه 3 Minuten. خب مشروط بر این که بوس را با چشم سر مشاهده نکنی. Weiter geht's. سوال بله. Wann muss ein Pkw mit Anhänger außerorts auf Straßen mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung vom Vorausfahrenden einen so großen Abstand halten, dass ein Überholer einscheren kann? سوال برای ما میگه که wann muss ein PKW mit Anhänger außerorts auf Straßen mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung vom Vorausfahrenden einen zu großen Abstand halten. Dass ein Überholer einscheren kann. منظوری سوال، هدفی سوال در 14 بگوین دو تاست. عدد میخوایم. خب گوش کن. منظور و هدف سوال یک پیکاوی میت انهنگه که طول از چقدر بوده میتونه؟ طول از به خاطر چی؟ سوگوز ابشتن را فاصله را برای خود چقدر رعایت کرد. ببینید سوگوزن ابشتن هستن، یک فاصله گوز را برای خود میداشته باشه. یک چیزی آشکار است که از اینجا آدرس همیشه آریان تذکر داده که زیبن بیشتر است. چقدر است؟ بیشتر از زیبن متر. کنه امی سوال هم زیبن متر است و سوال بعدی هم میگه اون زیبن متر است. این مسائل کلیاتش بود که با معنا تشریح شد. حالا میاد برای شما یک نشانی هم بگم براتون. این شیرن کن اینجا هم سیات است، سوال بعدی هم سیات است. متوجه باشید. این شیرن کن اینجا هم زیبن است و اونجا هم زیبن است. کنه یک تا ویدیو داره، شما ویدیو رو دقت کنین.
Mit einer Fahrzeugkombination über 7 Meter Länge muss außerhalb geschlossener Ortschaften stets so viel Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen gehalten werden, dass ein Überholender gefahrlos in diese Lücke einscheren kann.